من هیچ ایده‌ای ندارم بعد اینا رو چیکار کنم. یکم سوزوندمشون، خیلی بهشون افتخار نمی‌کنم. واسه چون ابروام شروع کرد ریختن. سلام آقا، من دارم میرم دندونامو درست کنم. راستش رو بخوام خیلی دیرم شده و نمیدونم چرا دارم ویدیو میگیرم راجبش. خوردم استرس دارم، حالا نه فقط به خاطر دندونام، به خاطر اینکه آقای گفت حدود 8 ساعت طول میکشه. موهامم میخورده، چیزی که تو ذهنم بود بهتر از چیزی بود که الان در اومده، ولی خب خیلی مهم نیست. گردنم هم از دیشب خیلی بد گرفته، نمیدونم چجوری میتونم اونجا تحملش کنم یا نه، ولی دارم با خودم هیت پدمو میبرم که بذارم اون پشت و ازش استفاده کنم. سلام مامانی. آقای گفت یه دونه صبونه خیلی مشکی باید بزنم برم اونجا. قبل از اینکه برم من هنوز هیچی نخوردم، فقط قهوه خوردم و خب قاعدتا نباید تو این شرایط وقتی یکی بهت میگه یه عالم غذا بخور نباید فقط قهوه بخوری. های آقا، الان فکر کنم 2 هفته میگذره از وقتی دندونامو درست کردم. خاطر اینقدر طول کشید که هی لثم داشت خونریزی میکرد. دکتر گفت الان نه، یا برو و یه هفته بعد بیا. بعد یه هفته بعد رفتم و طول کشید، نوبت نمیدادم فلان. هیچی، الان تموم شد. نمیدونم فرقشو میفهمی یا نه، اونقدر دستکاریش نکردم، فقط این فاصله رو بستم و 2 تا دندون داشتم که کامپوزیت بود قبلا و خیلی قدیمی شده بودم. وقتی بچه بودم اونا رو گذاشته بودم، بعد اصلا حواسم نبود که باید عوضشون کنم، اونا رو عوض کردم. anyway الان میخوام یه کار جدید بکنم که تا حالا نکردم. میخوام خودم ابروامو لامینیت کنم. خب الان اگه ابروامو دقت بکنی یه خورده حالت مثلا اینجاهاش بینگیله و خیلی بیحاله و اینا. قبلا ابروامو لامینیت کردم ولی خودم انجام ندادم، رفتم آرایشگاه انجام دادم و تقریبا دوست داشتم، بهم میومد. یه خورده زیادی پهن شده بود ولی خب اوکی بود. خلاصه الان دوباره میخوام این کار رو انجام بدم. هیچ ایده ای ندارم، فقط تنها چیزی که میدونستم اینه که باید لامینیت ابرو بگیرم. الان یه چند هفته است که توی کشومه، امیدوارم خراب نشده باشه، یعنی مثلا اینجوری نباشه که حتما باید جای خاصی نگهداری که سالم بمونه. این باز نمیشه. There you go. 3 تا بسته بندیه، یعنی من اینا رو باید به یه ترتیب خاصی با یه چیز خاصی بزنم. سکن ببینم لیفتینگ کریم فلان. این 3 تاست. اینه ببینید. من هیچ ایده‌ای ندارم بعد اینا رو چیکار کنم. برای من الان باید تو اینترنت سرچ کنم ببینم که باید دقیقاً چیکار کنم. اوکی. Let's talk about at-home brow lamination. If you're a brow girl like me, you're gonna absolutely love this treatment. Instead of paying $200 for it, you can do it at home. It's on Amazon. The first thing you do is clean out the brows, then you're gonna glue them. خب من ابروامو شستم. یکی وسیله هایی که لازم دارم دیگه این که اینو آوردم که مامو بذارم عقب که همه چی قاطی پاتی نشه. دیگه این که اینو باید باز کنم. خیلی بوی عجیبی میده.
حالا روی این پلاستیک رو میکشم که یه رو بعد چکش کنم. بوی واجبی میده و بوی پیازی، مخلوطی از بوی واجبی و پیاز. A little longer than a few minutes later. اوکی، الان یه ربع شد و بعد اینا رو چکشون کنم. اوکی، من الان باید یه ربع دیگه صبر کنم. اوکی. خب لیفت ابروم تموم شد. اگر راستشو بخواین خودم میدونم که شبیه شمربنز جوشم شدم و این کاملا عادیه. تا جایی که میدونم اینه که وقتی ابروهاتو لیفت میکنی یه روز اولش خیلی ابروهات اینجوریه و با دوستم صحبت کردم و اونم گفت که اونم همین مشکل رو داره و وقتی ابروهاشو لیفت میکنه روز اول اصلا سعی میکنه بیرون نره، کسی نبینتش، جایی نره فلان. برای این فعلا همینطوری هستم. یه کوچولو که بگذره ابرومو بهتون نشون میدم که چی جوریه، ولی این یه چیز موقتیه. اوکی، الان خیلی نتیجهش معلوم نمیشه چه شکلیه. راستش بخوای یه بارم که بیرون ابرومو لیفت کردم تقریبا نتیجهش همینطوری شده بود، ولی مثلا روز دوم اینا اوکی شده بود. البته حالتش رو میتونم تغییر بدم، ولی خب چون میخوام همچنان بالایی بمونه و موندگاریش زیاد باشه نمیخوام خیلی باش بازی کنم، میخوام اینجوری باشه فعلا تا یکم بگذره. این ابرومه یکم سوزوندمشون، خیلی بهشون افتخار نمی کنم راستشو بخوان. یک کوچولو ابروام شروع کرد ریختن و نه اینکه خودش بریزه، یعنی اینجوری بودم که اینجوری که میکردم سری میریختن و من دیگه این کار نکردم. کوچولو مرتب شدن، ولی میگم چون بار اولم بود این کار میکنم یه ذره ابروامو سوزوندم و اینکه یه قسمت‌هاش خیلی کمتر حالت گرفته. اگه دقت بکنیم مثلا آره این زیر میرا خیلی کمتر حالت گرفته و اینکه هی باید با این چیزاهای شونش بکنم، هی مرتبش بکنم، خیلی کارم نتیجه جالبی نداشت. قطعا خب چون بار اولم بودم خیلی انتظار عجیب غریبی نداشتم. anyway الان هم میخوام مرتبشون بکنم. من ابرومو با موچی نمیگیرم، با اینا میگیرم. دیده میشه؟ دیده؟ اینا همون وکسای عادی هستن که واسه بدنن، منتها با قیچی میام تیکه تیکهشون میکنم و به تیکه های کوچولو تقسیمشون میکنم که بتونم باهاشون راحت ابرومو بگیرم، چون حوصله ندارم که با موچین 300 بگیرم و من خیلی ابرو دارم. اوکی let's do this. اینا رو نگیرم اشتباهی، اینا به سمت پایین بیم بم بوم 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 بم بیم. یه تیکه خیلی رو مخه، این تیکه بالای ابرو خیلی رو مخه که هی در میاد. راضیم ازش. یه
یه دونه مو اینجا مونده که با وکس در نیومد. خوبیه تموم شد. این دستمال مسمال هم جمع میکنم. این خوره ابرام چسبونکیه. برم همون درست میشه، اتفاق خاصی نمیفته. چهارشنبه صبحی. یه کار دیگه این که میخوام بکنم اینه که موهامو کوتاه کنم. اوکی. نمیدونم صداش میاد یا نه، ولی خب دارم ترقه میترکونم. anyway موهام خیلی پایینش سوخته. خب آخرین باری که موهامو کوتاه کردم یه 500 سال پیش بود و موهامو پایینش رو رنگ کردم، دکولوره کردم و داغون شده. خلاصه میخوام الان یکم کوتاهشون کنم و یکم میخوام مدلش رو تغییر بدم. برای همین میرم همون که موهام خیس بشن و بعدش کوتاه کنمشون. شد؟ نمیدونم شد یا نه. anyway من برگشتم با موهای خیس. چیزایی که دارم از همه باید به موهام کرم و ماسک و از این جور چیزا بزنم که کاملا خیس شه و چرب و چیلیشه، همه گروهاش باز شه، چون میخوام کلی شونه بکنم موهامو و خیلی مهمه که گره و اینا نداشته باشه. یه دورم موهامو سعی کنم شونه کنم، خیلی آروم، خیلی لطیف و آهسته. آهسته دان. حالا باید موهامو قسمت بندی کنم. نمیدونم دقیقا چی رو باید این کار رو بکنم. توی یوتیوب یه دونه ویدیو سیف کردم که باید اون رو ببینم که باید همراه با اون برم جلو. اوکی. قیچی یادم رفت. خب من از این قیچی ها که آرایشگرا باشون مو کوتاه میکنن ندارم و به جاش قیچی ابرو دارم و باش باید سعی کنم که کل موهامو کوتاه کنم انشالله که خوب در بیاد. قیچی نونم داشتم ولی پیداش نکردم و فکر نکنم بگم قیچی ابرو خیلی کمتر به مو آسیب بزنه تا قیچی نون. راستشو بخوام نمیدونم خوب میشه یا نه، ولی میخوام اون خوش کنم و بعد بیام اینجا. منتها الان یه کلاس دارم که باید برم، برای همین فردا میام پیشتون دوباره. البته واسه شما فرق نمیکنه، شما تو یه رو میبینید، ولی خب سلام آقا. امروز سال تحویل. اوکی. میخواستم قبل از سال تحویل کنم ولی متاسفانه خوابیدم. الان تمومش میکنم. خواستم فقط موهامو نشونتون بدم اگه لیلی بذاره. خیلی کار خاصی نمیخواستم بکنم الان، فقط میخواستم موهامو نشونتون بدم و اینکه یه قسمت‌های اضافه‌شو میخواستم بگیرم. خب فقط یه کوچولو پایین موهامو یکم بیشتر مرتب کنم. الان خیلی موهام خیلی فرفریه و وقتی تیکه تیکه میزنمش یه تیکه هاش مثلا کمتر فره و یه تیکه هاش بیشتر فره و اینا هم قاطی قاطی میشه. یکم خیسش میکنم فقط یه کوچولو، زیاد نه. بعد نگاه میکنم اون فرفری هایی که خیلی زشتن و قیچی میکنم. الان مثلا این دوستمون رو نگاه کنید، نمیدونم دیده میشه یا نه، ولی خب الان که چی میدونین این تا اینجا فرفریه بعد اینجا یهو اینطوری شده. خب ما قیچیش میکنیم. یا گان اوکی. ته قیچیم نمیگیره، خیلی واضحه. خب
دارم چی کار میکنم، فقط اینایی که مردن رو بگیرم و اینایی که خیلی پترن عجیب غریبی دارن و حوصله نداشتم تا آرایشگاه برم. اوکی الان آرایشگرم داره میگه که موهات که خراب شد، موخوره گرفتی، میفهمی چرا باید حوصله کنی تا آرایشگاه بیای. چرا با خودم حرف میزنم؟ خب چرا تهش بیشتر فرفریه، حالت مربعی میگیره یه حالت اینطوری داره که دوستش ندارم. موهامو دوست دارم ولی هر کار میکنم این حالت مربعی از بین میمیره. مثلا بعضیاش فرفری تر از بعضیاش، مثلا نکنین این اوکی این الان فرفریه، بعد تهش داره اینطوری شده، بعد این نکنین همشون فرفریه. این فرفری قشنگه اوکی، این یه فرفری خوشگله، باز دوباره تهش صاف شده، بعد این الان منظورش چیه؟ این الان چرا اینطوریه؟ من هیچ کارش نکردم که صاف باشه و صافه. خب یکم شبیه هم باشن و چی میشه؟ توخته فکر کنم اینطوری شده. Some kind of butterfly, baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me high and dry. Baby, you give me ice and fire. اوکی میدونی چیه؟ الان من نمیدونم چیکار میکنم. موهام مثلا یکم نوکگیری کردم فقط، ولی واقعا هیچ تغییر خاصی احساس نمی کنم در کل. برای همینم الان میخوام همه چی رو تموم کنم و بگم که خیلی هم عالی بودش، خیلی هم همه چی بسیار پرفکت و خوشگل. موهام خیلی بیگید و خوشگل شده. انتظار بیشتری نمیتونم داشته باشم ازش. anyway شاید بعدا دوباره یه کارایی کردم نمیدونم، ولی تا اینجا فعلا کافیه. اوکی بای بای.